دوستان عزیز، ما حالا در 44 چشمه هستیم. در آن همون منظره بلندی که از پشت ما را احاطه کرده است. مکان زیارتگاه به شمار می رود که مردم پیش از اون که به نزد 44 چشمه به نزد همون آبهای شفابخش و مصفایش می روند، نخست اینجا را زیارت می کنند. هوا خیلی گرم است در 44 چشمه. هنوز اما سفرمان ادامه دارد به فهمیدن اسرار 44 چشمه که اینجا همه روزه مردم به تماشا، به استراحت و زیارت می آیند. بر اومدن به این بلندی در هوای گرم خیلی دشوار است، ولی طاقت فرماست. ما می توانیم از این بلندی تمام زیبایی و شکوه 44 چشمه را ببینیم. سپس وارد بگردیم به انامین مقبره که مردم به اینجا بیشتر به زیارت می آیند. برای همراه باشید. از این بلندی تمام اطراف نمایان است. هر نفری که برای زیارت به این مکان می آید، باور کنید یک محیط دیگرگون اینجا فراگیر است. ما هم اینجا دعا کردیم و ادامه می دهیم سفر خود را به دیگر موضع های 44 چشمه. به اندیشه مردمان محلی این مقبره بابای قنبر می باشد که یعنی پیش از وارد شدن به اینجا پای افضال ها رو می کشیم، سپس وارد می گردیم. به اندیشه ساکنان محلی اینجا بابای قنبر یعنی اسبان حضرت علی دفن کرده شده است و مردم اینجا زیاد می آیند برای زیارت، برای تماشا و برای آگاه شدن از تاریخ این مکان یعنی 44 چشمه و موضع های تاریخی او. ببینید از این بلندی تمامی 44 چشمه نمایان است. بیایید پیشتر ببینید که هم دو جسد دیگر در آنجا دفن کرده شده است و هم این گونه معماری زیبا هست. همچنین تمام 44 چشمه از این مکان نمایان است. در این بلندی در هوای گرم بیشتر درخت پیسته پرورش کرده می شود و بغیر از پیسته بعضا در قسمت های خمی تل و تپه های این مکان درختان توت و دیگر درختان به مانند چنار و زردالو و آلو به نظر می رسد، ولی در بلندی های گرمی باشد تنها درخت پیسته می روید که عجایب است. 44 چشمه از این مکان یعنی که از همین پس خمی شروع می گردد و مردم بسیارتر برای تماشای 44 چشمه، برای زیارت همین مقبره می آیند و ببینید که از همین پایان همین مقبره آبهای صاف مصفا و زیبای 44 چشمه می شوند که پر از ماهی ها هستند و مردم در پایان باشند و آبازی مشغول می شوند. هوا خیلی گرم است و سفر ما باشد در اینجا ادامه دارد. ما رو همراه باشید. بالاخره ما آمدیم به سرگاه جاری شدن چشمه ها. اینجا خیلی سلخین است، اگر چند اون بلندی گرم بود و اینجا باشد از سبب اونه که آب از قعر زمین اون میآید خیلی سلخین است و این داخل آب پر از ماهی ها هست و شما کردن این ماهی ها باشد اجازه داده نشده است و سبب های گوناگون رو نیز